أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. در آیات گذشته هم ذکر مؤمنین مخلص بود، هم ذکر منافقین بود و قبل از اون ذکر یهود و بنی اسرائیل. در آیاتی که خوانده شد خدای عزوجل بعد از ذکر گروه های مختلف تخویف دنیوی بیان می فرماید که حاصل و خلاصه این تخویف این هست که بسیاری از نعمتها را و بسیاری از آیات را، از حجج را، از دلائل روشن را ما به بنی اسرائیل دادیم، اما اونها چیکار کردند؟ این آیات بینات و این دلائل که در واقع نعمت خدا بودند. واقعا خداوند بنده ای را که درست راهنمایی بکند، آیات بینات و دلائل قوی جلوش بذارد و بنده مطمئن بشه، هیچ نعمتی از این نعمت بالاتر نیست. چون انسان مسیر خودش را میشناسد، میبیند، از سرگردانی نجات مییابد. لذا خدای تعالی میفرماید که بنی اسرائیل این نعمت خدای تعالی را تبدیل کردند. به چه معنا؟ به این معنا که اونها از این هدایت الهی استفاده نکردند، از آیات و دلائلی که الله تعالی بهشون داد بهره نگرفتند، به جای راه هدایت راه ضلالت را گرفتند، آخر به عذاب خدایی گرفتار شدند. سل بنی اسرائیل، بپرس، سؤال کن از بنی اسرائیل، کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر ما به اونها دادیم آیات بینات، آیاتی که روشن بود، واضح بود، حق، راه حق، مسیر حق. آیات منظور هم معجزات میتونه باشه، معجزاتی که به دست انبیاء علیهم السلام به ویژه به دست موسی ظاهر شد، به دست عیسی ظاهر شد، و همچنین آیات تورات و انجیل که واضح بودند، روشن کننده راه خدا بودند. اما ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءت فإن الله شدید العقاب. هر کسی تبدیل کنه نعمت الهی را بعد از اینکه نعمت آمده پیشش، بنویسی کما بدل بنو اسرائیل، چون بعد از اینکه این نعمتها را خدا به بنی اسرائیل داده و ذکر می کند، می فرماید و من یبدل نعمت الله. پس اشاره به این است که بنی اسرائیل این نعمتها را استفاده نکرد، بهره درست نگرفت، تبدیل کرد. پس و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته،
هر کسی نعمتهای الهی را تبدیل بکند، کما بدل بنو اسرائیل، آنچنان که بنی اسرائیل تبدیل کرد بعد از اینکه نعمتها پیشش آمد، فإن الله شدید العقاب، بعد از این ناسپاسی ناشاکری خداوند سخت عذاب میده. خب مراد از نعمت الهی آیات و دلائلی هستند. و من یبدل نعمت الله، منظور از نعمتهای الهی رزق و روزی نیست، نان و آب نیست. آیات و دلائلی هستند که سبب رشد و هدایتند، سبب رستگاری هستند. چنانچه امام رازی رحمه الله نوشته المراد آیاته و دلائله، مراد از نعمت الله آیات و دلائل هستند. و هی من اجل اقسام نعم الله، از بزرگترین اقسام نعمت خدا آیات و دلائل است. الان ما نعمت زیاد داریم به لطف حق، اما بزرگترین نعمت برای ما قرآن است، آیات و دلائل هست، راه روشن را به ما نشان میده. پس میفرماید امام رازی و هی من اجل اقسام نعم الله، از بزرگترین نعمتهای الهی همین آیات و بینات هستند. لانها اسباب الهدى والنجات من الضلاله، چون که اینها اسباب هدایت و نجات از گمراهی هستند کبیر. پس و من یبدل نعمت الله معنیش چی شد؟ از هدایت الهی استفاده نکند و بجای هدایت به سوی ضلالت بره، بجای نور به سوی تاریکی بره، گمراهی بره، پس این انسان واقعا انسان ناسپاسی است. خدا اینو عذاب میده، سرگردان میشه در دنیا هم در آخرت هم. فإن الله شدید العقاب، بدون شک الله سخت عذاب دهنده است برای چنین انسانهایی که نعمت الهی را تبدیل به چی بکنن؟ کفران. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، این علت یبدل نعمت الله هست. چرا نعمت خدا را اینها انتخاب نکردند، اختیار نکردند و نعمت خدا را رد کردند؟ الله تعالی می فرماید به خاطر حب دنیا. حب دنیا انسان را نابینا می کند، انسان را بینایی را، بصیرت را، بصارت را از انسان می گیرد. انسان وقتی که غرق در دنیا بشه و عشق دنیا در دلش بشه، خب عشق چیزی دیگه نمیاد. پس الله می فرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین شده، این هم از آثار حب دنیاست، آراسته شده برای کسانی که کفر کردند زندگی دنیا. اونا دیگه به زندگی آخرت نمی اندیشند، بهترین زندگی برایشون زندگی دنیاست. پس برای زیبایی آن هر تلاشی را انجام میدند. و یسخرون من الذین آمنوا، این نتیجه حب دنیاست، تحقیر مؤمنان. اینقدر دنیا شیرینه که اونهایی که نسبت به دنیا بیرغبتی میکنند، اونهایی که برای آخرت تلاش میکنند، اونها را مسخره میکنند، میگه اینا دیوانند، اینها از همه نعمتهای مادی نمیخواند استفاده بکنند. و یسخرون من الذین آمنوا، مسخره میکنند مؤمنین را، در حالی که والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، در حالی که بنویسید، حالان که بنویسید آنهایی که اهل تقوا باشند، اتقوا عن الكفر والشرک، آنهایی که از کفر و شرک دوری میکنند، آنهایی که از معصیت دوری میکنند، متقین، فوقهم یوم القیامه،
در درجات عالیه و بالاتر هستند، بالا هستند در روز قیامت. اونها جایگاه و منزلت بسیار بالایی دارند. کفار الان مسخره میکنند. درسته در دنیا امکان داره که اونها اهل مادیات نباشند، اهل امکانات نباشند. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. این آیه هر جا که تکرار میشه علاوه از این که بیان قدرت خدای عزوجل است، یک نکته مهم دیگری هم اینجا هست که قبلا خدمت شما بار بار ذکر شده. اون اینه که نباید مادیت و پول و پولداری ملاک برتری و فضیلت باشه. الله میفرماید تقسیم را ما میکنیم، هر کسی را بخوایم بدون حساب میدیم. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خداوند رزق میده هر کسی را که بخواد، چه مؤمن چه کافر، بدون حساب. بس این تقسیم الهی است، بنابر حکمت هایی هست، بنابر اسراری هست که الله بهتر میداند. خب کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. الله تعالی در این آیات دلیل جهاد را ذکر می فرماید و همچنین سبب بعثت انبیا، که چون ما در این آیات جهاد را می خواندیم. علت این که الله تعالی دستور دادند که جهاد بشه با کافران چیه؟ رب العالمین می فرماید که همه انسان ها ابتداءً بر یک دین بودند. کان الناس امة واحده. روح المانی می نویسد ای متفقین علی التوحید. همه بر توحید متفق بودند، بر توحید همه متحد بودند. خب فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. باز اینکه همه متفق بر توحید و بر یک تاپرستی بودند، به این هم کفایت نشد. خدای عزوجل فرستاد انبیا را. انبیا دلیل بعثتشون چی بود؟ مبشرین. دلیل اول برای مژده آمدند. انسانهایی که عمل می کردند، انسانهای با تقوا، انسانهای با ایمان را مژده دادند. فبعث الله النبیین مبشرین، در حالی که اینها بشارت دهندگان بودند، و منذرین، دلیل دوم بعثت انبیا. انبیا را الله فرستاد در حالی که اینها منذر بودند. اینها از عذاب خدا بیم دادن مردم را. و انزل معهم الكتاب بالحق. خدای تعالی با انبیا کتاب فرستاد، به حق فرستاد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. حکمت بعثت و انزال، تاکه بین مردم قضاوت کنند، داوری کنند در اون مسائلی که اختلاف داشتند. خب ببینید بحث اختلاف نبود. الله می فرماید که کان الناس امة واحده. مردم یک گروه بودند، همه بر مسیر حق بودند. پس انبیا که آمدند تا داوری کنند و اختلافات را حل کنند، این اختلافات از کی افتاد؟ اختلاف کی افتاد و چه کسی اختلاف را انداخت و چرا انداخت؟ این سه سوال که قبلا هم مطرح کردیم اینجا جوابشون آمد. چون وقتی که میگه لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، انبیا کتاب آوردند، دلائل آوردند تا که بین مردم داوری کنند در اختلافاتی که دارند. خب الان برای شما هم سوال میشه که اولی این آیه میگه که کان الناس امة واحده، مردم همه بر امت واحده بودند، همه متفقین علی التوحید بودند. پس اختلاف را کی انداخت؟
چرا انداخت؟ لذا الله جواب میده و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. جواب هر سوال، هر سه سوال اختلاف را واقع نکردند، اختلاف نکردند مگر کسانی که اوتو یعنی اوتو الکتاب، کسانی که کتاب داده شدند. منظور اینه که کسانی که اهل علم بودند، صاحب کتاب بودند، آخوند و ملا بودند، اختلافات را اینها انداختند. چه زمانی؟ مگر لا علم بودند، بی علم بودند؟ نه، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات آمد، بعد از اینکه دلائل پیششون آمد، بعد از اینکه همه چیز را میدونستند. عجب، پس اهل علم هم است، همه چیز را میداند، باز هم اختلاف میکند. گاهی انسان در رابطه با بعضی افراد تعجب میکنه که خب عموم مردم سواد ندارند، حقیقت را نمیدانند، اگر شرکی میکنه، اگر خرافاتی میکنه، خب او بی علم است، بی سواد است. ولی بعضی از ملاها، آخوندها که اهل علمند، همه چیز را میدونند، اگر قرآن را اندک مطالعه بکنند، بررسی بکنند، خوب میدونند که حق چیه در رابطه با توحید، در رابطه با یگانگی خدا، در رابطه با پیامبر، درباره اصحاب، همه چیز تو قرآن نوشته. خب این مردم آیا از خدا نمی ترسند؟ اینها چرا جرأت می کنند که واقعا مسیر باطل را ادامه می دهند؟ اینجا وقتی که نگاه می کنیم که علماء سوء ادیان گذشته را الله بیان می کنه، عیناً همین چیز است. الله می فرماید که اهل علم بودند، چه زمانی اختلاف کردند؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات، دلائل روشن واضح پیششون آمد، یعنی همه چیز را می دانستند. خب چرا اختلاف کردند؟ بغیم بینهم. این خیلی خطرناک است. الله از این مریضی نجات بده. بغیم بینهم، به خاطر حسادت بین خودشان، بینهم و بین دعات التوحید. حسادت مرض واقعا مهلکی هست. خدا نکنه حسادت بیاد انسان حق را میبینه و پایمالش میگونه، لگتش میکنه. گاهی بعضی وقتا بعضی مردم که میبینی با هم اختلاف دارند و این اختلافاتشون به جای باریکی میکشه، به حسادت میکشه. بعضی وقت میگیم که نکنید، میخوان اقدامی بکنند، میخوان کسی را بزنند، میخوان خون کسی را بریزند. افراد دیندار، افرادی که همه چیز را میدونند، سوگند میخوره، میگه 100 بار خدا منو به جهنم ببره من این کار میکنم. یعنی خودش میدونه که این کار خطرناک است از نظر آخرت، این کار قتل انسان مثلا او را به جهنم میبره، ولی آتش حسد چنان هست که همه چیز را نادیده میگیره. پس اونها را هم الله تعالی میفرما بغیم بینهم، به خاطر حسادت بین خودشان حق را نادیده گرفتند، همه چیز را زیر پا گذاشتند. اما الله تعالی میفرماید در این بین ما اهل ایمان را، اونایی که واقعا قصد ایمان داشتند، اونایی که واقعا دنبال حق بودند، اونها را ما هدایت کردیم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. پس هدایت فرمود بین این همه اختلافات. الله کی را هدایت فرمود؟ الذين آمنوا، آنهایی که ایمان داشتند. خب اونایی که ایمان داشتند چطور هدایت فرمود؟ اونایی که از قبل ایمان داشتند. بنویسی الذين قصدوا الایمان، اونایی که واقعا قصد ایمان داشتند، اونایی که انابت داشتند، اونایی که حق طلبی داشتند، اونایی که دنبال ایمان بودند. الله اونها را ببین، قبلا خدمت شما عرض کردم
که در مقابل بغیان، در مقابل ضد عناد حسادت چه چیزی هست؟ انابت. حق طلبی که بود، الله عزوجل این قلب حق طلب را دوست دارد، لذا هدایت فرمود اونهایی که ایمان آوردن، یعنی قصد ایمان داشتن. لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، راهنمایی کرد برای آنچه که اختلاف در آن بود. یعنی در اون مسائلی که اختلاف بود، در اون مسائل خداوند کسانی را که قصد ایمان داشتند هدایت فرمود. من الحق بیان ما هست. لما اختلفوا، یعنی اون چیزی که اختلاف، ببین اختلاف وقتی که باشه خب یک طرف حق یکی باطله، پس هدایت فرمود در اون چیزی که اختلاف داشتن. به کجا هدایت فرمود؟ من الحق بیان لما هست، یعنی به سوی حق اونها را هدایت کرد. الله به اذنه ای به توفیقی، به توفیق خودش الله تعالی کسانی را که قصد ایمان داشتند هدایت فرمود. و باز الله می فرماید والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله هدایت می فرماید، راهنمایی می فرماید کسی را که بخواهد به صراط مستقیم. خب پس اون چی که تا اینجا بود از اول عرض کردم دلیل جهاد و علت جهاد است، چون بحث جهاد بود که این سوال مطرح بود چرا جهاد؟ خدای عزوجل اینو بیان فرمود که چون همه بر مسیر حق بودند اما اهل باطل آمدند و بین مردم اختلاف کردند، پس باید با اینها جنگید. ام حسبتم، بعد از این ترغیب به سوی جهاد است. خدای عزوجل میفرماید بعد از ایمان تحمل مصائب و تحمل شدائد است، بهشت مفت گیر نمیاد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما گمان داشتید که ان تدخلوا الجنه، اینکه وارد بهشت میشید، در حالی که ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که پیش شما نیامده مثل اینجا به معنی صفات، واقعات کسانی که قبل از شما بودند، اون شرایطی که برای اونها آمد، اون مصائبی که برای اونها آمد هنوز بر شما نیامده. مستهم البأساء والضراء، خلاصه مصائبشون را الله بیان می‌فرماد. به آن امتهای پیشین رسید بأساء والضراء. بأساء قبلا خواندیم ضررهای مالی و الضراء ضررهای جانی، مالشون از بین رفت، جانشون آسیب دید. و زلزلو ای ازعجو، اونها به زلزله افتادند، یعنی به تنگ آمدند. چنان به تنگ آمدند که حتی یقول الرسول والذین آمنوا، حتی که رسول و پیامبر به سخن آمد، والذین آمنوا، همچنین صحابهش، یارانش، همراهان اون پیامبر اون زمان که با او بودند، همه به صدا آمدند و گفتند متى نصر الله، متى نصر الله، کمک خدا کی هست؟ این استفهام طلبی هست. استفهام چیه؟ طلبی، یعنی خدایا نصرتت را میخواهیم. وقتی که ما میگیم خدایا نصرتت کی، العیاذ بالله اعتراضی نیست که نمیاد، نه، بلکه متى نصر الله معنیش اینه که ما میخواهیم نصرت تو را، ما طلب داریم. الله تعالی اجابت فرمود وقتی که به این حد رسیدند. الا ان نصر الله قریب، آگاه باش، خبردار، نصرت الهی نزدیک است. از این آیه و همچنین تجربه گذشتگان یک نکته هست خدمت شما عرض می کنم، اون اینه که الله تعالی بندگان خودش را بر اساس تحمل و ظرفیت امتحان می کند، از ظرفیتشون بیشتر امتحان نمی کند. خب ظرفیت انبیاء شما خوندید که خیلی زیاد هست، میدونید، لذا اشد البلاء الانبیاء، بیشترین بلاء انبیاء داشتند، انبیاء کشیدند. برای امت
در سوال هست که یسألونک ماذا ينفقون، سوال میکنند که چی خرج کنند، بما لا خرج کنند. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. سوال چیزی دیگه هست، جواب چیزی دیگه هست. چون الله عز و جل اشاره دارد که این سوال اونقدر اهمیت ندارد، جواب مهمه. سوال از مقدار خرج کردن ما چقدر در خدا خرج کنیم، یعنی از نوع مال چه مالی خرج کنیم، در خدا چه بدم، یعنی پول قرآن بگیرم بدم، لباس بگیرم بدم، این چیز مهم نیست. چقدر بدی ببری، خود نگاه کن نیاز دارم. از این قسمت جواب دادن شد، این به اجتهاد خود خرج شد. اما اون چیز جواب داده شده مسئله کجا خرج کنیم مهم است. جایی خرج کن که نتیجه داشته باشه، جایی که باید تأثیر داشته باشه. الله تعالی در جواب این سوال
چیزی که انسان نمیداند و خطا میکند او را میبخشد. درگیری بود در وادی نخله، در مقام نخله بین صحابه و بین مشرکین و این درگیری چند روز طول کشید. یکی از مشرکین در شب اول رجب که مسلمانان فکر میکردن 29 جمادی الاخری در حالی که این شب اول رجب ماه رجب شمید از ماه حرام است. در این شخص از مشرکین به نام عمرو بن الحضرمی کشته شد. لذا همه مشرکین تانست در مسلمانان و از اینکه بعدشون گفتن شما اصلا احترام ما احترام ندارید، در رجب بکشید. صحابه وقتی که بررسی کردن دیدن که اول رجب بود. امام ابن جریر هم نوشته کانوا یظنون تلک لیلة من جمادی و کانت اول رجب ولم یشعروا. فکر میکردن که این روز اولین شب هست، فکر میکردن اولین شب جمادی الاخری در حالی که اول رجب ندونستن. خب پس این برای صحابه خیلی سخت شد. گفتن در این مرجع ما در ماه حرام کسی را کشتیم. الله تعالی به وسیله این آیات تسلی داد. الله می‌فرماید یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. شما را می‌پرسند از ماه حرام، یعنی جنگ کردن در آن. بله. قل قتال فیه کبیر. اول الله تعالی خود جنگ را می‌گوید در ما سنگین. قل قتال فیه کبیر. بگو که قتال جنگ کردن در این ماه کبیر است، سنگین است، خیلی سخته. اما بعضی فتنه‌هایی که مد مقابل مشرکین دارند برای اونها بدتر از این جنگ در ماه حرام است. اونها چکار کردند؟ جنگی است الله تعالی بیان می‌فرماید 5-6 تا علت که این 5-6 تا علت می‌تواند در اینجا بکشید، در ماه حرام و غیر حرام بکشید. یعنی کار اونها از کار شما بدتره. شما یک اشتباهی کردید، شما یک خطایی کردید، اما اونها چه کردند؟ یک وصدٌ عن سبیل الله و کفر به. باز داشتن از خدا بیلان الاسلام، اونها از راه باز می‌داشتن و کفر به و همچنین کفر کردن به راه خدا به اسلام و المسجد الحرام یعبدون و همچنین صد از مسجد حرام جلوگیری کردن از مسجد حرام. اونها هم کفر به اسلام کردن، هم از مسجد حرام باز داشتن. سومی و اخراج اهله منه اکبر عند الله و اخراج اهل المسجد الحرام از مسجد الحرام اکبر عند الله، بزرگتر از نزد خدا، سنگین‌تر از جنگ کردن در حرام سنگینه. اما این جنایت از او سنگین‌تر. اهل مسجد الحرام کیند؟ اللهم اعلم و هم نبی صلی الله علیه و سلم و المؤمنون. اهل مسجد الحرام رسول الله مؤمنون است و انما كان اهله لانهم القائمون بحقوقه. यहाँ اهل مسجد الحرام क्योंकि حقوق مسجد الحرام اینا انجام میدادند. مشرکین حقوق مسجد الحرام انجام نمیدادند. حق مسجد الحرام چی بود؟ یک طبقاتی عبادت خدا یگانه. این مشرکین کو شرک میکردند، تقدیم میکردند. پس مؤمنان اهل خدا هستند، چون مؤمنان اهل توحید اهل عبادت، مشرکان اهل شرک و بتپرستی هستند. پس این سه علت اخراج اهله منه اکبر عند الله، بیرون کردن اهل مسجد الحرام از مسجد الحرام بزرگتر است، سنگین‌تر است از جنگ کردن در ماه حرام رضی الله. و علت چهارم والفتنة اکبر من القتل. فتنه
امیدوار باشند. این افراد امیدوار باشند. والله غفور رحیم. الله تعالی بخشاینده و مهربان است. الله میبخشد اینهایی را که آدم برای بخشش خدا هر کاری را کنند. یسألونک عن الخمر والمیسر. خدمت شما عرض کنم که در اینجا مطلب مسئله میخوانیم چون موضوع جهاد. اول رفع عرض کنم خدمت شما موضوع جهاد. موضوع جهاد یک از مسائل زوبتین است. زوبتین مسائل میگن که دو جنبه دارند، یک جنبه مفید، یک جنبه ضرر. مسلمان نگاه میکنه که افادهش بیشتر است یا ضررش، افادهش بیشتر یا ضررش. اگر ضررش بیشتر باشه انسان ضررش نمیره، اما اگر افادهش بیشتر باشه ضررش میره انسان. مثلا جهاد ضررش ضرر مال، ضرر جان، خوف هلاکت و قتل نفس. اما نفش رضایت خدا است، موفقیت دنیا و آخرت است، ورود بهشت است. منافعش را نگاه کن چقدر زیاد انسان ضررها را فراموش می‌کند، منافع می‌کند. دو تا مسئله که هستند که می‌پرسیدند، یکی خمر، یکی شراب، یکی قمار. شراب و قمار هم ذوق‌تین توش منافع هست. شراب منافعش لذت هست، شیرینی هست، متعیش و خوشگذرانی هست. قمار منافعش یک بار انسان دید با شاید چندین پول گیرش بیاد، اما ضررهاش خیلی زیاده. بزرگترین ضرر نارضایی دنیا است. الان کدوم امتحان میگیرد؟ این آیه دومین و اولین آیه درباره جهاد نازل شده. هنوز شراب و قمار حرام نشده، بعدا حرام شد. از این بسیاری از فقها فهمیدند، متوجه شدند، از این دست کشیدند. الله می‌فرماید یسألونک عن الخمر والمیسر. سؤال می‌کنند شما ای پیغمبر از شراب و از قمار، قل فیهما اثم کبیر. اعلام فرماد این دو تا گناه بزرگ هست و منافع للناس. و از این طرف که منافع هست بر منافع چیه؟ من الربح فی التجارة، در سود می‌کنند، والالتزاز لذت حاصل می‌کنند، و سرور خوشحال میشه، و حصول المال بلا تعب در قرآن بدون خستگی بدون پول هنگفت دست میاد. این منافع. اما و اثمهما اکبر من نفعهما. گناهشان بزرگتر از نفعشان. خود دانید گناهشان از نفعشان بزرگتر است. یک مثل لكم ويسألونك ما ينفقون. شما سوال می‌کنند ماذا ينفقون، چه خرج کنند، چه مالی را برای خود خرج کنند. اونجا همین سوال بود، اما اونجا پاسخ داده شد که چه جاهایی خرج کنید. اینجا به خود سوال داده شد. قل العفو
هدف خیانت هم خدا میدونه، هدف اصلاح هم خدا میدونه. الذي يقصد بالمخالفه الخیانه، تفسیر مولانا خدا میدونه هدف خلق کردن خیانت است، افساد مال الیتیم و هدفش فساد مال الیتیم و اکل بغیر حق و خوردن بناحق است. عن الذي يقصد الى رسول الله اصلاح معالم الله میدونه. ولو شاء الله لاعنتهم، اگر خدا میخواست شاید ما شاید خدا ما کرد ما سخت گرفتن حتما مال یتیم جدا بشه، حتما جور بشه، مال یتیم بشه. نه هیچ فایده بر ما تحمیل کرده که بر ما سخت بشه، شاید نتونیم، بلکه ما آزاد گذاشته. بس خدا اگر میخواد شما مشکل ان الله عزیز غالب است و حکیم، خدای عز و جل کارهاش با حکمت است، کارهاش حکمت دارد. هر چیزی که دستور میده دستورش مملو است، حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ما ست مسائل الزواج خاندیم، یکی خمر ست، یکی دیگه مسئله انفاق و خرج کردن به ظاهر ضرر اما باطن نفع. سوم مال یتیم زواج است. چهارمین نکاح مشرکات، اینا همه مسائل زواج هستند، یعنی دو جمع دارن، هم نفع دارن هم ضرر دارن. نکاح زن مشرکه زواج است، چون این زن مشرکه امکان داره که مادر باشه، پولدار باشه، نکاحش برای انسان مادی دارد، امکان داره که معروف باشد، خصوصیت باشد. خب این نکاحش هم برای انسان مادی دارد. منافع مادی، منافع ظاهری است. اما ضررهاش وقتی که نگاه میکنیم ضررش ضرر دینی است. حالا مشکل هست، مشکل کسی که دلیل به جای او شرک همین کاری باید دوری کردن. برای اینکه فردا نسل نسل چی میشه از همین مشکل جای برداشت باشه، آباد باشیم. من این آباد به کدوم سمت میرن؟ به طرف مادر میره یا به طرف پدر؟ این نگاه میکنیم حتی عروسی به طرف زنده هست. این پدر بعد از دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند جوان میرن، خب این مادر میماند به بچه ها، این بچه ها تربیتی خواهند داشت، بچه معمولا طرف مادر شدیده. لذا طرحهاش را نگاه کنید. خیلی از افراد هستند گاهی دلشون به جایی بره که ما چیکار کنیم، ما بشیم. ولی فکرش بکن که کسی که هم دین نباشه با انسان آینده محبت هست. فلسفه اینا اینه که انسان یک زندگی همراه با آرامش داشته باشد، آسایش داشته باشد. انسان ازدواج میکنه راحت باشه، نه که ناراحت، نه که درگیر. هر روز درگیر، هر روز تفاوت فرهنگ است، تفاوت دین است، تفاوت عقیده است و بالخصوص اولاد وقتی تربیت اولاد بشه درگیری‌ها بیشتر میشه. اولا نامش مشرکانه باشه، ایمان واحد باشه.
کلاسش بالاست، اما یک مؤمن نباشه، در اون پیشرفت دیگه داشته نباشه، اما ایمان دارد تقوا دارد فهم پاکی دارد، اینها نیستند. الله میفرماید ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، شما نکاح نکنید با زنان مشرکه حتی که آنها ایمان بیارند، حالت ایمان داشته باشند، با اخلاص، نه بخاطر این شبهه، بلکه ایمان دارد، حقیقی ایمان دارد. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الله میفرماید یک کنیسه‌ای که مؤمن باشد، یک کنیسه که مؤمن باشد خیر من مشرکة، بهتر است از یک زن مشرکه، ولو أعجبتكم، گرچه این زن مشرکه شما بپسندید او را، شما دوست داشته باشید، جمال و زیبایی او را. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، همچنین برعکس به مردان مشرک دختر ندید، به مردان مشرک دختر ندید، دختران را ندهید. ولا تنكحوا المشركين، شما نکاح ندهید به مردان مشرک حتی یؤمنوا، حتی که ایمان بیاورند. این هم اصلا نگه بعضی میگن مخالف همین که ازدواج سنت دیگه ایمان بیارید، ایمانی که بخاطر زن شد هم جریان غیرت است، مخالف خیر است. ولعبد مؤمن خیر من مشرک، یک برده یک غلام که مؤمن باشد بهتر است از مشرک، از زن مشرک، از مرد مشرک. ولو اعجبکم، گرچه شما را شاید، گرچه شما اصلا بکنید دوست داشته باشید، مالش را، جمال و زیباییش را، ظاهرش را، گرچه بپسندید ولی یک مرد بهتر است. اولئک یدعون الی النار، این علت است، علت عدم نکاح اهل شرک که اهل شرک شما را فرا میخوانند به سوی آتش، شما دعوت می‌کنید به سوی آتش، یدعون الی النار، خروجش الی الاعمال الموجبة للنار، شما را میخوانند به سوی اعمالی که باعث آتش میشه. یک مرد وقتی که عاشق یک زن مشرک میشه، بخاطر اون زن مشرک شیطان داره نازی می‌کنه، آقا با شما مشرکی هم جا بیاره، اصلا سترت آتش، برای خدا شما به کجا دعوت میده؟ الله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه، الله شما می‌دهد به بهشت، التوحید لم یسبب الجنة، سوی توحید که سبب بهشت میشه، والمغفرة بإذنه، والله شما را به سوی مغفرت دعوت می‌دهد بإذنه، ای توفیقی. رحمانی فرموده والله يدعو إلى الجنة والمغفرة إلى اعتقاد الحق والعمل الصالح الموصلين إليهما، شما به سوی اعتقاد حق و عمل صالح الله دعوت می‌دهد که این دوتا شما به بهشت می‌برند، به مغفرت الله می‌رساند. این آیاتی ناس الله آیات اشاره بیان می‌کند لعلهم یتذکرون، حکمت شاید مردم پند بگیرند، شاید مردم اندرس بگیرند و از این آیات خدا باید ما پند بگیریم و فکر بکنیم خدا از ما چی میخواد، کجا ما را دعوت میده. یسألونک عن المحیط، ما علیک مرجوع از مصائب الزوجین، نزدیک شدن با
و یسألونک عن المحیط، شما سوال میکنند محیط، زن که مریض هست، قل هو اذن، الله میفرماید که این حیض از یک هست، یک مریضی هست، فاعتزلوا النساء فی المحیط، شما دوری کنید، اعتزال جدا بشید از زنها در حالت حیض. ببینید ناموز شدن چیه؟ نه این توی قرآن چی؟ توی زن قرآن نخورید. المراد من اعتزال النساء اجتناب مقامعتهن، مراد اجتناب کردن از مجامعت مقابلت، اجتناب کردن از مخالفت دیگه. ببینید در دین یهود و نصارا افراط بود. اسلام دین توسط است، دین اعتدال است. یهودیان طوری بودن هر وقت زن مریض میشد، مریض ماهانه میشد، حیض میشد، دیگه اصلا نزدیک زن نمیرفتن، توی اتاق نمیرفتن. تا زمانی زن مریض بود مثل یک حیوان توی اتاق نباید صحبت میکرد، نباید اتاق میبست و معتقد بودن که مریضی دارد. اما مسیحیت هست هیچ منعی برایشون نبود. اگر زن مریض بود بلا نسبت عادی داشته باش. پس این افراط در فکر اون دین بود. اسلام گفت که فقط از همخوابی اجتناب بدونید دیگه بقیه باشون میشه که اینجا رضایت در ادامه میکنیم که اینجا باشون زندگی کرد حتی روی خوابی. ولی فقط یک چیزی هست، الله میفرماید ولا تقربوهن حتی یطهرن، نزدیک نشوید آنها را حتی که پاک بشن. فاذا تطهرن، زمانی که خوب پاک شدن، فأتوهن من حیث امرکم الله، بیایید پیش زنهایتان از همان طریقی که الله شما را امر کرده. ای من القبل لا تبر، مثل حیوان نیست. حیوان هم از حیوانیت از طریقش میاد، مثل انسانی که فطرتش را از دست داده وجود، مثل اون نباشید. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند عز و جل دوست دارد توبه کنندگان را اگر کسی خطایی کرده، و همچنین دوست دارد پاکیزه کنندگان را پاکیزگی را اختیار کردن. الله تعالی می‌فرماید نساؤکم حرث لکم، زنان شما حرث هستند، اشتزار. فأتوا حقکم، کسی که میخواد محصول زندگی داشته باشد، محصول زندگی فرزند، میوه شیرین زندگی اولاد است. اسلام می‌فرماید فأتوا حقکم، پیش حق خودتون، اشتزار خودتون أن شئتم بحقیقیتی می‌خواهید. ببینید وقدموا لأنفسکم، باید به مسائل رو پذیرایی می‌پرسند. او اینه که الله تعالی کسانی را دوست دارد که متطهرین، روی این توجه کنید، توابین متطهرین، توبه می‌کنند، پاکیزگی را اختیار می‌کنند. اونایی که ناپاکی اختیار می‌کنند، طریق نجاست را
ناپاکی است. چنانچه اونجا وقتی مسئله زوالین را می‌خوانیم برای زن حائض جهت نفس جهت تلذذ في الجماع لذت اما جهت تلذذ في الاعضاء اضافه نجاست نفس می‌شود میشه این ناپاکی است. آلودگی خدا دوست ندارد و یک چاره ظریف دیگری الله تعالی فرمود نساؤکم حرث لکم. دو طریق هست، یکی طریق حرث، یکی راه فرض. فرضی پس آگنده نسبت مرفوع به نجم. بعضی‌ها که عرض کردند فطرتشون خراب نشه، فطرت بشری را از دست بدن، راه فرض را دوست دارند، راه پشت و راه دوست دارند. اینها ناپاکند، اینها از طریق حرث رفتند، از طریق فرض و نجاست رفتند. اینها را الله دوست ندارد، اینها مبغوض است. این بدترین عمل است. راه فرض را که می‌پرسند که رابطه زناشویی این طریق چطوره؟ این بدترین کار است. آن اشاره می‌کنه که راه حرث باید وارد. الان کیفیتش تنها چطور به هر صورتی باشد این سوال نشسته به هر که کسی از طریق پشت یا درک راه باید باشه میشه احوال میشه اسلام همون راحت میکنه. نه، کیفیتی که برای زنان بهتر لذت بیشتر میخوان باید راه حرث باشه، راه فرض باشه. این راه نجاست است، راه فسد، راه ناپاکی است. الله تعالی این چنین ناپاکان را دوست ندارد. این اشاره همین است. الله دوست دارد که کسانی که توبه بکنند و یحب المطهرین، دوست دارد کسانی که پاکی را اختیار می‌کنند. تقدموا لانفسکم، برای خودتون چیزی تقدیم کنید از عمل برای آخرت، از عمل از صدقه، از نیکی، از صدق. واتقوا الله، از خدا بترسید. اول تقواست. اگر تقوا انسان خوب رسول حق را اجرا می‌کند، اگر تقوا نباشه انسان حیوان بدتر میشه. واعلموا انکم ملاقوه، این صدق تقواست. بدون تقوا چه میشه؟ در دل نیست. یقین داشته باش، بدان انکم ملاقوه، شما الله را ملاقات میکنید. شما یک روزی در محضر الله حاضر میشید. اگر بدونیم که در محضر الله حاضر میشید تقوا پیش میگیرید. وبشر المؤمنین، و مطیع پیامبر مؤمنان را مشتبه کسانی که تقوا دارند، کسانی که برای آخرتشون دقیق میکنند، کسانی که میدانند که خدا را ملاقات میکنند. مثل المتصفین اصول ثلاثه، اونهایی که این اصول سگانی مثل اصل فوق میشد، مثل اصل رستگار میشد. افضلوا وقدموا لانفسکم، برای خودتون چیزی را تقدیم کنید، آخر بفرستید. دوم واتقوا، تقوا سوف انکم ملاقوه. لذا مؤمنین که اصل فرزندند اونها را مشتبه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. یکی از آداب بدری این بود که گاهی صحبت می‌کنند، اما چنان صحبت که این صحبت اونها را از کار نیک باز می‌دارد.
اینه که آدم هر چیزی که می‌دارد بالا چینی بالا چینی اما هرچیز دور نیست. این جا مثلا
تمام. اما زن حامله نبود، حامله هم بود، می آمد. زن زنی بود، زنی بود آیزه بود، یعنی سن خلاص حیزش تمام شد. سنش کوچک هنوز به سن حیز نرسید. خب این زن من در قرآن حکم آمده که در 4 اشهر 3 ماه این زن اگر شوهر را 3 ماه گذشت خودش تمام میشه. زن اگر نامزد بود اصلا شوهر نزدیکش نرفته باش خلوت صحیحا انجام نداد، قبل از ازدواج این زن طلاق داد، این زن اصلا نداد. این صورت‌های مختلفی هستند. اما آخرین صورتی است که زن در این حد شوهرش را طلاق میده. وقتی که طلاق میده او رو طلاق میده. در باقی طلاقات انسان باید خود بگذارد. خود کلمه مشترک است. این تو کسی تو بگذارد. همین طوری که هر زمان یک باقی دیگه یک باقی دیگه. آیا کسی هست مریضی الان باقی است. اولین مریضی که آمد یک، دومی درست سومی تمام شد، این زن چی میشه؟ عده‌اش تمام میشه. الله میفرماید والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. آیا که طلاق شدن انتظار بکشن خودشون باید انتظار بگذارن 6 حیض. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله. حال نیست جایز نیست برای ان یکتمن اینکه کتمان کنند، مخفی کنند ما خلق الله فی ارحامهن، آنچه که خدا در رحم اونها پیدا کرده. چه رحم؟ امکان داره زن حامله بشه. پس ایمان حامله است. و اینکه چرا میگه اسماعیل بسکه دیگه تمام شد شد دیگه این اسبانه کن یؤمن بالله والیوم الاخر تمام یکی بیان می‌فرماید. اگر انسان‌ها ایمان خدا و روز آخرت اگر ایمان دارند ایمان نکنند، البته مفهوم مخالف ندارد که اگر ایمان دارند ایمان کنند. این در واقع مختلفی هست، یعنی ایمان نیست که ایمان نکنید. اگر بچه قریب بودن که 1 ماه هست بگو، یعنی که بعضی‌ها هنوز مریضی های تمام نشده خودش حسابش میگه بدون میگه تمام شد تا اینکه خیلی تمام میشه مکه نرود کنه بشه که نکنه. الله میفرماید اینها که ایمان نکنند ولا یحل لهن ان یکتمن، حلال نیست برای انسان‌ها اینکه کتمان کنند ما خلق الله فی ارحامهن، آنچه که الله در رحمش پیدا کرده. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر آنها ایمان دارند به خدا و روز آخرت. بوءتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. الله می‌فرماید که شوهرهای خودشون در طلاق رجعی است. این دولت طلاق رجعی است. فرضیه ما بر طلاق رجعی است. مولدان طلاق ثلاثه بدترین نوع طلاق بدعت است. من باید طلاق بده، طلاق رجعی بده. رای بازگشت برای من
زن اختلاف نباشه، اصلاح باشه. همچین هست رجوع میکنه شوهر حتی بهتر از یک شوهر جدید. اصلاحاً ليس قصد الاصلاح للرجال، بس الرجوع قصد الاصلاح نیست. اگر اصلاح داشت قصد اصلاح رجوع مطلقاً این خدا ترتیب دارد که اگر رجوع اصلاح راه در بگیرد، بل هو الحث علیه. بعضی اینها علاقه برانگیخته میکنند، تشویق میکنند تو شوهر خیر رجوع کنی، پس نیت را اصلاح کن و زجر عن قصد الاصلاح ابو سلمة. آیا به این زمین وقتی قصد سرداری باشه که زن را دنبال خیر خود در بیار رجوع کند، دوباره از این لا شوهران حقدارتر هستند اگر ارائه اصلاح کنند. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. برای زنان هست علت اصلاح. چرا شوهر ارائه اصلاح داشته باشه؟ حقوق تنها بر زن نیست، حقوق بر مرد و زن است. یعنی مرد بر زن حق دارد، زن بر مرد حق دارد. زنان نیست بگیم من خدای خانه هست حق دارد دیگه زن حق ندارد. الله میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. برای زنان هست اون حقی که مثل اون چیزی که بر اونها هست. همچنین حق شوهر، همچنین بر شوهر هست حق زن بالمعروف رسول شرعی. البته رجال علیهن درجات. برای مردان بر زنان درجه و فضیلت دارند. آقای خانه هستند، خدای خانه هستند، سالار خانه هستند، حق دارد. ولی معنیش این نیست که دیگه زن حق ندارد. زن حق دارد. همونطور که شوهر زن باید رعایت کند اخلاق او را، شوهر باید رعایت کند. زن باید رعایت کند، شوهر باید احترام داشته باشد. پس ولهن برای زنان است که مثل الذی علیهن، مثل اون چیزی که بر خود زنان است، بر زن رعایت کند. همچنین نسبت این رعایت میکنه رعایت خود را هم باید کرد. والله عزیز خداوند غالب است، هر کاری بخواهد انجام میده، اما در دستورات شکلت است. این دستورات شکلی مولو است. اقرأكم القرآن. وقتی که کسی طلاق بده، خداوند عدد طلاق را بیان می‌فرماید. طلاق دو بار. عدد طلاق چی است؟ یعنی طلاقی که بعد از اون راه برگشت ندارد است، دو تا است. یک دو سه تا نه. بعد از دو تا امساک معروف و تقدیم احترام. زن را برگردان به دستور شرعی و تسلیم احسان اینا راه کردن به خوبی احسان. خب بعد از دو طلاق راه حل هم هست. بعد انسان نگاه کنه، می‌خواد بکنه، خوب نگاه داره، می‌خواد رها کنه، دیگه خوب رها کنه. اما بعضی هستند که زن را شکننده ظاهر می‌کنند، طلاق را نمی‌دهند، هر چیزی که برای زن گرفته می‌گیره. این واقعا غالب. کراها را بس بده، هر چیزی که برای عروس کردن بس بده، پول را
چیزی که به خود انداخته بگیره. لذا الله میفرماید فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، اگر شما میترسید که آن دو حدود الهی را رعایت نمیکنند فلا جناح علیهما، پس گناهی بر آن دو نیست فیما افتدت به، در آنچه که افتدت به زن فدیه فإن طلقها فلا تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره. الله تعالى فرماید
ظلم و قهر الجميع الإلهية. ظلم بعيدا ووجه حمية جاهلية وبذرية جاهلية. إنسان ما هو يعمل جاهلية أحسن بخش جاهلية. صدق